سلام بچه‌ها، مهراد جیدی هستم و خوش اومدید به ویدیو یوتیوب من. امروز ترجیح دادم راجع به مسئله این که کارهایی که داریم ما انجام نمیدیم صحبت کنم. خب خیلی از شما با ADHD آشناییت دارین و حالا یه سری میم یا جوک راجع به ADHD درست میکنن که حالا آدما میخوان برچسب‌گذاری کنن روی خودشون. ولی زمانی که با ADHD واقعی سر و کار داشته باشین، مخصوصا یه آدمی مثل خودم که تجربه داشتنشو دارم و همچنانم دارم، دوست داشتم که یه ویدیو درست کنم که هم نظر شما رو راجبش بشنوم، هم نظر خودم و اتفاقایی که واسه خودم هست راجبش بهتون بگم. و ADHD اینجوریه که شما یه کاری میخواین انجام بدین ولی حین انجام دادن اون کار ممکنه کار دیگه هم انجام بدین. مثلا شما یه لیوان آب، یه لیوان چایی یا هر چیزی رو میخورین، خیلی عادی. ولی زمانی که شما ADHD داشته باشین اینجوریه که ممکنه خیلی داشته باشن. و زمانی که شما چای رو واسه خودتون میریزید داخل لیوان و بعدش میخواین چای رو مصرف کنین، اینجوریه که شما یهو میرید مثلا ساز میزنین، یهو میرید اینور نقاشی میکشین و چای شما یخ میشه. و حین اینکه میخواین نقاشی بکشین، مثلا آیتمای نقاشی رو میذارید اونجا، میرین که نقاشی بکشید، یهو بین مثلا نقاشی کشیدن حواستون به یه چیز دیگه پرت میشه و همینجوری کارهایی که دارین پله پله روی هم جمع میشه. و یه چیز خیلی جالبی که راجبه انجام دادن کارا من به ذهنم رسید اینجوری بود که شما نباید انجام یه کاری که میخواین اتفاق بیفته رو عقب بندازین. یکی از بهترین درمانای ADHD و خیلی اصلا مشکلات این که کارا عقب میفتن، جلو میفتن، به مشکل میخورن، اینه که شما یه کار خوبی که انجام بدین اینه که در لحظه برید واسه انجام دادن کاره و تموم کردنش. یعنی مثلا شما اگه میبینید که امروز میخواین گیتار تمرین کنین، امروز میخواین ساز بزنین، امروز میخواین یه کار جدید انجام بدین، میخواین برین بیرون، هر کاری که دارین رو انجام بدین و وقفه بینش ایجاد نکنین. مثلا شما امروز خوابیدین و ساعت 9 صبح و میخواید از خواب بیدار شین و سخت بیدار شدن و اینجوری که حالا مثلا یکم دیگه بخوابم تا 9 و نیم 10 این داستانا. ولی بدترین کاری که میشه انجام داد همینه. و اگه همون لحظه‌ای که ساعت 9 شده و از خواب بیدار شدین بلند شین و اون کارا رو انجام بدین، به بهترین روش انجام میشه. و خیلی وقتا افرادی که ADHD دارن مثل خود من یه سری کارا رو واسه خودشون سخت میکنن. مثلا ممکنه کار سختی هم نباشه ولی اینجوریه که مثلا کی حال داره این همه لباس رو جمع کنه، کی حال داره بره اون همه مثلا درس رو بنویسه، کی حال داره این تمرینا رو بره انجام بده، کی حال داره فلان بهمان و هر چیز دیگه انجام بده. و بهترین کار اینه که واقعا این تابو جلو خودمون بشکنیم که انجام خیلی از کارا واقعا کار سختی نیست. خیلی وقتا ما الکی میشینیم، الکی میخوابیم، در صورتی که میتونیم کاری که داریم ما انجام بدیم بدون هیچ مشکلی و صرفا فقط کافیه که انجامش بدیم. و این ویدیو کوتاه رو خواستم راجع به این موضوع بسازم چون که خیلی وقت زندگی منو درگیر کرده و خیلی تونستم اوکیش کنم با این روش. و کسایی که تو این حالتن و ADHD رو کاملا داشته باشن هم اونا منو درک میکنن و میفهمن چی میگم و هم من اونا رو درک میکنم. خواستم این ویدیو رو بسازم که نظر شما رو راجبش بدونم و ویدیوی کوتاهی بود. حتما ویدیومو لایک کنید، کانالم سابسکرایب کنید. مهراد جیدی هستم. فعلا.